راز درمان درد مفاصل و استخوان، زانو درد، گردن درد، درد مفاصل، روماتیسم مفصلی، اونایی که دست و پاهاشون یخ میشه و درد میکنه. خب دوست عزیزم، یکی از کارهایی که باید بکنی اینه که روغن زیتون یا روغن کنجد غیر خوراکی و شبا کف پاها 10 دقیقه ماساژ بدی، یه مشما، یه سلفون، یه جوراب تا صبح، سموم بدن دفع میشه و کلیه هات گرم میشه و استخوان هات قوی میشه. دومین کار اینه که سنجت رو با هسته آسیاب کنی، یه قاشق غذاخوری داخل شیر بریزی و میل کنی. 1 روز در میان 40 روز تا 120 روز تق تق کردن استخوان ها و مفاصل و حتی آرتروز ها از بین میره. خب بعدی چیه؟ قلنجان و سرنجان که عکسش اینجا برات میذارم، پودرش رو با هم مخلوط میکنی میریزی داخل کپسول، یا نه تو که قاشق چای خوری از ترکیب اینا رو میریزی تو آب عسل مخلوط میکنی. 1 روز در میان بعد از صبحانه یه استکان به مدت 40 روز میخوری. باور کن تمام درد استخونات، یخ شدن دست و پاهات، تق تق کردن استخونات، گردنت، آرتروز از بین میره. چی از این بهتر؟ پس همین الان تهیه کن، انجام بده و خوب شو. با طبیب عادلیان همراه باش. من دوست دارم که تو سالم و سلامت بشی. این کلیپو قول بده استوری کنی، بذار همه استفاده کنن، گناه دارن، بذار خوب بشن. خدا نگهدار.